درود و مهر خدمت همه عزیزان. مسئله خط فارسی، نستعلیق، تحریر خودکاری، از این چیزا که داریم صحبت میکنیم، من به عنوان یک کسی که کامپیوتر تدریس میکنه، فیلم زیاد دیدم، کتاب خوندم، خیلی جالب هست. آدمایی رو دیدم، طرف حسابدار یه شرکته، یه سازمان بزرگه، بعد وقتی که چک رو برای من نوشته، خطش مثل بچه دوم ابتداییه. یعنی چک رو با خط فرزند مثل کسی، و خیلی وقتا بچه های امروزی خطشون بهتره، حالا افتضاح هم هست گروهشون بماند، مثل بچه ابتدایی نوشته. بابا این یکی خود دیگه من نباید توصیه کنم، لزومی نداره یه معلم پیدا بشه، یه ناجی پیدا بشه، یه دونه نمیدونم کلاسای موفقیت بری، کلاسای، بابا این خودت میدونی تو در چه سطحی هستی، تو چه پوزیشنی هستی، خطت با چه جور باشه. برو خط رو یاد بگیر، با یک سال 6 ماه وقت بذاری خط تو درست کن. خط درست کردن هم کاری نداره، یه کتاب بگی خط تحریر روشون فقط بازنویسی کن دیگه. مدیر هنرستان، آخه من با چه زبونی بگم؟ به من میگه آقا بیا تو برای من بنویس، تو خطت خوبه، خط من زشته، من نمیتونم نامه بنویسم. واقعا هم خطش افتضاح، واقعا افتضاح. بابا وقتی که تو میخوای یه درخواست اداری بنویس، درسته که امروز تایپه، ولی هنوز هنر سر جاشه. تو سر کلاس که میری رو وایت بورد مینویسی، مدیر مدرسه سر کلاس که میاد شاید رو وایت بورد بنویسه. دانش آموز که ابله نیست، احمق نیست، اولین چیزی که میبینه قضاوتت میکنه. 3 سوت تشخیص میده تو کی هستی، چی کاره، چند مرده حالت، با اولین نگاه، اولین عمل کرد، اولین حرکت تو کلاس، نوع نگاه، نوع نشستن، نوع راه رفتنت، میفهمه. به خدا میفهمه. همون استدلال جلسه اول تا آخر سال سر کلاس تو داره، همون تصور. تموم شد جلسه اول هرچی بودی. خواهش میکنم بابا، این یه خط تحریر رو درست کردن، نوشتن، کار نداره. ادبیات فارسی خیلی جا داره کار کنی، خیلی. اینقدر غفلت. مسئله بعدی رشتم، ما کامپیوتر خوندم، همکار حاضر نیست 1,000,000 از پولشو بده 2 تا کلاس خصوصی بگیره، ورد و اکسل یاد بگیره. حاضر نیست 1,000,000 بده 2 تا دوره آموزشی آفلاین رو اینترنت بگیره که 2 تا همکار زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، یه چیزی هم گیر، هزینه گیر اونا بیاد، کار تو هم راه بیفته. این کارو نمیکنن، همشون میلنگن. فونت چیه، سایز فونت چطور، هفته چطور، کادر بذارم چطور. بابا اینی که دیگه نیاز به گفتن نداره. حاضر نیستن 2 تا کتاب بخونن. بخشی از هزینه، من نمیگم درآمد خوبه، حقوق خوبه، نه اینجوری نیست، ولی بابا تو میتونی تو 3 ماه یه کتاب بخری، خب این مشکلی نداری که. یه جوری بعضی ازشون بپرسی آخرین کتابی خوندی، فکر کنم هم زمان دبیرستانشون بودن، دانشگاهشون بودن. نکته آخر اون همکاران هست سر کلاس. آقا به دانش آموز احترام بذارید خواهشم، حتی اگه بیادب بود. میفهم. وقتی دانش آموز تو سر کلاس میگه آقا اجازه هست من غذا بخورم، بیا فرض کنیم که بدون اجازه تو میخوای غذا بخوری، میخوای چی کارش کنی؟ اون وقتی از تو اجازه میگیره، حرمت کلاس رو نگه میداره، به تو احترام میذاره،
تو هم بهش احترام بذار. خوب اشکال نداره 10 دقیقه آخر کلاس غذاتون بخورید، وقت بهتون میدم غذا بخورید. امیدوارم مطالبی که گفته باشم کمکی بکن. بازم میگم من توی این سری فیلم ها کلیپ هایی که درست میخوام بکنم و دارم انجام میدم از کتاب های خوندم، از فیلم هایی که دیدم، از دورهایی که رفتم تجربیاتم تو حوزه تدریس مؤسسات هنرستان و تجربیاتی که تو همکارای خودم داشتم براتون صحبت خواهم کرد و امیدوارم که بازم میگم کمکی کنم و این واقعا هدفم اینه که این تجربیات اگر ممکنه توی زندگی کسی یه جایی به دردش بخوره، کمکی کرده باشه، بگه فلانی یه جایی حرفی زد به درد خورد، خدا خیرش بده. خدا نگهدارت.